سلام برای اومدیم با یه ویدیو، اولین ویدیوی کانال مستر ارشیا یا همون مر ارشیا. خودتون هم میبینین در مورد چی؟ فری فایر مد شده. نگاه جمع و پولا کنید فقط. حالا نگاه لون کنید، لونش 100 باورتون نمیشه لونش 100 باشه. فری فایر مد شده یکی از خوشترین بچه یک نکته رو به شما بگم که فری فایر مد شده سرور خاور یا همون ایران نیست، این از یه سرور دیگه است که من نمیدونم از چه سروریه. اومدیم این پارت اولش اومدیم که بهتون نشون بدیم چه چیزایی داره. بعد داخل پارت دوم تک تک آموزش ها رو برای شما میذارن، نصب تک تک نصب آموزش نصبش رو برای شما میذارم. پارت دوم این ویدیو رو حتما نگاه کنید. فقط پرایمون نگاه کن، پرایم کن. پرایمش 8، پرایم 8 باورتون میشه؟ چون برای خودمون کلی اصلا جمع خرج کنیم. بیا نگاه کنید. همه چی رو دارید، فقط بعضی چیزا رو ندارید که جدیدن. بیا نگاه کنید. بیا دنس گروهی داره، دنس ورود اسکوا داره، دنس لباس عوض کن داره، دنس موزیک چیه کلی. بیا کلی پروفایل داره. فرض مثال ما مثلا اینو میخوایم، اینو بچه خودت اول واردش بشه. 19 تا چیز داره. نه فقط نگاه مقام کنید، کلش کنید. بالاترین نقطه. بیا تبریم بس خودمون خرج کنیم. چی بخرم؟ من که همه چیز دارم. اینا نوبن، اینا دیگه واسه چیه؟ من الیت بس داره، بویا بس داره. بیا دنس اینا رو هم میتونی خودت بخری، دنس رو پول میخوابه. من اینا رو هیچ کدومش رو دوست ندارم. و اصل مطلب یعنی گان لولی ها رو بگیری. بیا باورتون نمیشه. بیا گان لولی کول بچه. یه چیز نگاه اینجا کنید. کو اسنایپرش اینو اسنایپاندا هنو نیومده. بذار دانلودش کنم. اسنایپانداش وارد گردونه تازه شده. این هم اول کار دارش. گاندولی بیا چی میخوای برای هرچی بگی داره. فقط از این بگی داره تا این دیگه چیه؟ این نگاه فقط اسکین کن بکن. دیوار نگاه کن، دیوار اینو نگاه کنید. بیا
271 دیوار یخی داره. بمب 190 تا مشت لولی داره. کیف میکنید باستون چیه؟ نگاه کاتونا کن، اصلا اکانت خداست، هیچ تبر یا بنی نداره روش. میبینید به جای هیچ تبری هم نداره. معلومات بریم داخل یه جانی. میبینید اینا هم حتی میری داخل جانیشون باشون چی داره. بچه ستا نگاه ست بکن، این هنوز تو گردونه نیومده، این هنوز تو گردونه نیومده. بیا بگو بندیت. نگاه الان سفیده، الان میبینید طلایی میشه. بندیتا رو کلشو داره، کل بندیتا رو داره. بالون دیگه اصلا بالون واسه چیه؟ اینا کلی اینا اسمشون یادم رفت. این جای اسکیت چیه؟ کلی بالون داره، کل پشتی داره. اصلا دنس 400 خورده دنس داره. نگاه اینجا کن، حالا ما به فرض مثال اینو میزنیم. حالا من چجوری بازی دنس گال لولی داره. بچه ها اگر میخواید من پارت دوم، یعنی پارت دومشو بذارم که آموزش تک نصب کلی فری فایر مود شده، لطفا لایک کنید و به 900 تا لایک این ویدیو رو برسونید تا من به شما آموزش بدم. راستی نگاه اینجا کتاب ها رو همه رو داره. ما کتاب واسه چی مونه؟ همه چیزها رو خودمون داریم، همه چیز. بیا اصلا از دنس بگیر تا چی بگم، این همه چی داریم. بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا لایک ها رو به 900 یا 100 تا برسونید که من پارت دوم یعنی آموزششو برای شما بذارم. خدا